تا نکته میخوام راجع به آزمون‌های آزمایشی بهتون بگم که بسیار کمک میکنه که چه آزمون آزمایشی برای شما مناسب هست یا نه. فارغ از این که کدوم مؤسسه آموزشی شما شرکت میکنید، اینکه سوالات اون آزمون آزمایشی مشابه، همسنگ و در واقع از روی الگوی آزمون‌های کنکورهای سراسری سالهای قبل چه داخل چه خارج کشور باشه، از همه چیز مهمتر است. این نکته اول هست. مثلا من میبینم فلان مؤسسه میگن نمیدونم جامعه آماری بزرگتری داره، فلان مؤسسه آموزشی سوالهای سختتری داره یا ترندتره، الان بچه ها بیشتر روش اووردن به اون آزمون و مسائلی از این دست. ولی موضوعی که از همیشه برای من از همه مهمتر بوده اینه که این آزمون آزمایشی سوالاش نه سختتر باشه نه آسونتر باشه، مشابه آزمون‌های آزمایشی باشه. سوالهای سخت شما رو در واقع باعث میشه که ذهن شما رو فریب بده، هی میرین سختتر مطالب رو مطالعه میکنید ولی اون دید طراح توش نیست. یا سوالهای آسون در سطح بالا در شما ایجاد میکنه و شما فکر میکنید روی درس مسلط هستین، اما سوالهایی که مشابه آزمون هست به روش و فکر طراحهای کنکور سراسری در واقع طرح میشه، نتایج باثبات‌تری میده و نتایج واقعی تری رو به شما میده. پس آزمون آزمایشی رو در واقع شرکت کنید که سوالات مشابه تری از کنکور سراسری داشته باشه. نکته دوم، آزمون‌های آزمایشی حالا در چند سال اخیر آنلاین هم اضافه شده و حضوری هم اضافه شده. آنلاین هم بعضیش خیلی پرقدرت دارن ادامه میدم، ولی کدومش بهتر هست به نظرتون؟ ببینید، حضوری چیزی که نمیتونیم اصلا کتمانش کنیم اینه که خب اون جو و شبیه سازی آزمونش بسیار بالاتر هست نسبت به آنلاین. حالا مثلا میتونه تقلبایی صورت بگیره، هرچند که تو حضوری هم ما داشتیم دیگه، تو تقلبایی شده نمیدونم سوال ها لو رفته اونها، ولی اساسا جوش چون شما لباس میپوشید میری بیرون، میری در یک مکانی جدی تر هست تو آزمون های آنلاین. حالا اولین نکته که میخوام بگم، چه آنلاین حضوری چه آنلاین میخواید شرکت کنید چه حضوری میخواید شرکت کنید، خودتون رو گول نزنید. اگر روش تقلبی وجود داره، یه وقت میخوام برای پدر مادرها نمره بهتری رو بچه‌ها بفرستن، در نهایت این کاری نیست که به نفع شما باشه. خب یعنی چه حضوری شرکت کنید چه آنلاین فرقی نمیکنه که در واقع شما خودتون رو اگه روش تقلب وجود داره شما ازش استفاده نکنید، چون نهایتا تو روز کنکور شما باید نتیجهتون رو بدید و این نشه که مثلا اگه دیدین که یه آزمونی نمیدونم یه روش تقلبی داره، یه روش دور زدن داره، درصد من بره بالاتر، نه برای خودتون نه برای خانوادهتون نه برای دوستاتون نمیخواد نتیجه غیر واقعی رقم بزنید. نکته بعدی، همون آزمون های آنلاین هم که شرکت میکنین میتونین شما خودتون جدیتر باشین. مثلا صبحی که میخواین آزمون بدین زودتر از خواب بیدار شین، صبحونه بخورید، هم آزمون آنلاین رو دارم عرض میکنم، لباس جدی بپوشید، قبلش مثلا با خانواده در میون بذارید، اگه خونه ارزم به حضورتون شرطش مساعد است، مثلا یه کتابخونه یه جای مناسبی پیدا کنید که شرایطی که تا اونجایی که بشه مشابه یه آزمون حضوری باشه تا شرایط رو شما درک کنید. نکته آخر هم در مورد آزمون ها است که اگر هم آنلاین شرکت میکنید، نزدیک آزمون کنکور سراسری چند تا آزمون جامع رو حضوری شرکت کنید. دو سه تا آزمون شرکت کنید، با شرایط و جو آزمون حضوری و آزمون کنکور سراسری آشنا میشید. پس من اینجا راجع به حضوری آنلاین برتریش نگفتم کدوم صرفا بهتر هست، ولی خب حضوری تنها چیزی که ما میدونیم اینه که بعضی از حضوری ها جامعه آمارش بالاتر هست و دوم اینکه بعضی از حضوری ها گفتم و دوم اینکه حس آزمون رو بیشتر در شما ایجاد میکنه. نکته سوم، شبیه سازی در خانه. ببینید بچه ها، هر کاری که شما میخواین انجام بدید، اگه قبلش بیاین اون کار رو یک بار دو بار تا اونجا که ممکنه به سبک همون کار انجام بدید قبلا تمرینش کرده باشید، استرس، ترس و موارد این چنینی در شما کمتر ایجاد میشه. چه در حضوری از چه آنلاین هستید، میتونید روز قبل از آزمون، دو سه روز قبل از آزمون، یه شرایط مشابهی رو برای خودتون ایجاد کنید. مثلا
بیاین اون آزمون آزمایشی که وجود داره، آزمون سالهای قبلش رو پیدا کنید، بیاین حالا اگر شد همه درس ها، اگر شد حتی تک درس آزمون اصلی رو در واقع از خودتون آزمون بگیرید، یه بار خودتون تست بگیرید آقا من ضعفام چیه. یعنی به جای اینکه تازه برین تو آزمون آزمایشی تست کنید، قبلش یه آزمون دو آزمون از خودتون بگیرید، کاملا میفهمید. حتی من میگم به خودتون سخت نگیرید، حتی تک درس کم کم 2 درس یا کامل درس ها رو در اون آزمون آزمایشی مشابه کنید. سوالاش هم هست، سوالای سال قبلش خیلی با سال جدید تفاوت نمیکنه و معمولا هم اون سیلابس ها یا اون طبقه بندی آزمون، برنامه آزمون ها خیلی با هم دیگه متفاوت نیست، اصلا تقریبا تغییری نمیکنه. خب یعنی یه دستتون میاد ضعفاتون، دستتون میاد بی‌دقتیاتون، یا مثلا مدیریت زمانی که نداشتین، مواردی که منفی هست کاملا دستتون میاد دیگه. تو روز آزمون شما تست نمی‌کنید، تو روز آزمون جدی‌تر هستین و این خیلی موضوع مهمیه. نکته چهارم، تراز شما مهمتر از درصد شما هست. تراز یعنی چی؟ یعنی من نسبت به بقیه رقبام چه در واقع چه نتیجه‌ای گرفتم. ممکنه من 40% زده باشم ولی تراز بالایی کسب کرده باشم، چون رقبام 30% 20% زدن. ممکنه 80% زده باشم ولی آزمون ساده بوده باشه که اکثرا همون 80% زده باشن. در واقع سختی یا آسونی آزمون نسبت به رقبای شما در واقع سنجیده میشه. پس اینجایی که من میگم تراز شما بسیار مهمتر از درصد شماست. گول نزنید خودتون با یک درصدهای مشخصی که من مثلا توی این آزمون 80% زدم، خب یا توی این آزمون من 70% زدم. ببینید تراز شما به چه شکل هست. ممکنه آزمون خیلی آسونی باشه یا از اون ناامید شده باشین، خیلی درصد پایین زده باشین ولی تراز خوبی رو کسب کرده باشین، به خاطر اون آزمون سختی بوده و آزمونی که سخته برای همه هست. من در کنکور هم میگم آزمونی که چه سخت باشه یا آسون باشه، ناعدالتی یا بی‌عدالتی توش نیست، چون برای همه سخت بوده یا برای همه آسون بوده. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم که مرتبط است با همین صحبت‌های بحث من، اینه که ثبات درصدی داشتیم تو آزمون‌های آزمایشی، چه حضوری چه آنلاین که شرکت میکنید. من خیلی میرم تولرانس داره، بالا و پایین داره درصدها. یعنی مثلا یک در واقع یک درسی رو مثلا زده 80%، آزمون بعدی میزنه 40%، آزمون بعدی میزنه 30%. خب یه بخشش تو آزمون‌های جامعه هنوز نیست برای اینکه مبحث عوض میشه، ولی اینکه خیلی بالا پایین داشته باشه یعنی شما هنوز به ثبات درصدی نرسیدید و معلومه که مثلا توی آزمونی هیجانی عمل میکنید، توی آزمونی مبحث خوب میخونید یا آزمونی خوب مرور میکنید و این تولرانس خیلی شما رو اذیت خواهد کرد، مخصوصا برای آزمون‌های جامع، آزمون‌های بعد از عید که جامع‌تر میشه، جنبندی نیم سال‌ها میشه، جنبندی یک کتاب میشه و نهایتا جنبندی 3 کتاب میشه. من خیلی بچه‌ها رو میبینم که درصدشون به شدت سقوط میکنه. به خاطر چی؟ چون اونا نتونستن مباحث بزرگتر خوب جنبندی کنن و یا همون مباحثی که خوندن رو، همون مباحث تیکه تیکه که در آزمون‌ها انجام شده رو خوب جنبندی نکردن. مثلا یه بخشش رو خوب جنبندی کردن که مثلا درصدش بالاه، یه درصدش پایین هست. باید به خودتون برسید، باید در واقع به این آگاهی برسید که چرا من انقدر درصدم بالا پایین میشه. آیا مطلبی رو نخوندم؟ آیا خوب مرور جنبندی نکردم؟ آیا زمان مناسب برای اون نذاشتم؟ یا همیشه بی‌دقتی میکنم؟ یا تستا رو شانسی میزنم، یا مثلا با احتمال پایین رو دارم تستا رو میزنم پس غلطام زیاده. این تولرانس ها خیلی مهمه که شما توی جدولی بیارید. حالا مثلا اگه نموداری باشه که مثلا آقا یه درصد 80%، خیلی هم ساده است، یعنی اصلا چیز خاصی نیست، این نمودارش آماده است، شما مثلا یه دفعه میبینید بالا پایین میشه، همینجا دستتون میاد. و تو آزمون‌های آزمایشی جامع تر و در آزمون کنکورتون حواستون هست. من مثلا تو درس زیسته، مثلا تو درس ریاضی، رشته ریاضی، من تولرانس دارم، حواسم باشه هیجانی نشم، دقتمو ببرم بالاتر، سوالا رو تا آخر بخونم. اینم از اون نکات بسیار مهم است. نکته بعدی، پاسخ تشریحی رو حتما بخونید. حالا بعضی از علوم پاسخ ویدیویی هم دارن، خب چه بهتر. ببینید که آیا من این سوالاتی که جواب دادم روش حلم با روش حل طراح آزمون آزمایشی برابر بوده یا متفاوت بوده، یا شاید اصلا یه نکته جدیدی یاد بگیرم، یا اصلا شانسی بوده
من اصلا یه تحلیل دیگه داشتم به صورت اتفاقی به جواب درست رسیدم. خیلی مهم است که شما دستتون بیاد که چرا این درصد رو کسب کردید. خب فارغ از هر نتیجه که میگیری باید پاسخ تشریحی رو بخونید یا گزینا، مثلا سایر گزینا رو بررسی کرده. شما مثلا گزینه یک رو رفتید، گزینه 2 و 3 به جواب درست 2 3 و 4 رو بررسی نکردید. حالا وقتشه که تو آزمون آزمایشی تو تحلیلش پاسخ تشریحی کامل چک کنید و عملا یه بار دیگه ای در واقع شما مرور میکنید درس رو. و اون وقتی که شما این کار رو انجام دادید حتی میتونید ارجاع کنید. مثلا اگه غلطی دارید، نزده ای دارید، بی‌دقتی کردید، میگی مال این صفحه کتاب مثلا فیزیکمه برم بازش کنم، مال کتاب تاریخ جغرافیام برم بازش کنم. عملا یک بار وقتی رجوع میکنید هم اشکالات خودتون رو شناختین، هم یه بار دیگه هم مرور میکنید. یعنی همون پاسخ تشریحی فکر نکنید دارید زمان از دست میدید، نه، دارید ارزم به حضورتون که اشکالات خود و نقاط قوت خود رو شناسایی میکنید و یه بار دیگه ارجاع میکنید، همون موقع حلش میکنید، فیکسش میکنید. یا اگه همون موقع حلش نکردید مینویسید آقا من باید این مطلب رو، این صفحه از کتاب و این مبحث کتاب و این گفتار کتاب رو مرور کنم. نکته بعدی که به همین نکته بسیار مرتبط هست این که تحلیل آزمون از نتیجه آزمون آزمایشی بسیار مهمتر هست. یعنی چی؟ یعنی که من چرا درصدای مثلا زیستم پایینه، چرا تاریخم پایینه، چرا روانشناسی پایینه، چرا هر درسی که میذارم درصدام بالا یا پایینه؟ آیا دلیلش بی‌دقتیه؟ آیا مدیریت زمان ندارم؟ آیا تستا رو تا آخر خوب نخوندم؟ آیا شانسی میزنم، به شانس بگذار میکنم؟ آیا مباحث اصلا نرسیدم بخونم، خوب مرور جمع‌بندی نکردم، تست آشناس ولی به جواب نرسم؟ همین تولرانس ها که بهتون میگفتم یادتون باشه تو نمودار باشه، این تحلیل آزمونه که حالا یه بخشش همون پاسخ تشریحی رو چک کردن بود، خیلی چکاپ خوب میده. بچه 5 6 تا آزمون که شما در واقع تحلیل کنی، حتی من میگم 3 تا آزمون، خب کامل دستتون میاد که من تو این درس بسیار هیجانی عمل میکنم، بسیار بی‌دقتم، مثلا به واحدها توجه نمیکنم، نمیفهمم صورت سوال چی خواسته، یا مثلا بی‌دقتی‌هایی تو حین آزمون دارم، پاسخ تشریحی رو اشتباه نوشتم. یعنی این مواردی است که تو تحلیل آزمون خیلی خیلی در واقع شما رو کمک میکنه. مثلا یه آزمونی که 3 ساعت 4 ساعت هست، من به نظر حداقل به اون اندازه زمان یا حتی 2 برابر اون زمان، این 6 ساعت تا 8 ساعت باید زمان بزنید. یه بار دیگه بهتون میگم این به این معنی نیست که شما در این وقت تلف میکنید، نه. آدم ها، دانش آموزا، داوطلبا دارن یه سری اشتباهات رو به خودشون حمل میکنن. یعنی خیلی یکی از مسائلی که من همیشه مطرح میکنم اینه که اینطور نیست که مثلا فکر کنید که شما اشتباهات زیادی دارید، شما همون اشتباهات کمی که دارید دارید تکرارش میکنید، فیکسش نمیکنید، رفعش نمیکنید که بریم وارد مرحله بعدی بشین. دلیلی که گیر میکنن بر درصد یه سری بچه توی درصد مشخص همین هست، یه سری اشتباهات تکرار شونده دارن که هی میخوان تکرار کنن. تحلیل آزمون رو خیلی خیلی جدی بگیرید. سوالات سالهای قبل کنکورهای آزمایشی و کنکورهای سراسری رو حتما بزنید. بین دو تا آزمونی که دارید، بهترین منبعی که شما میتونید گیر بیارید اینه که سوالهای کنکور سالهای قبل داخل خارج کشور از اون مبحث رو بزنید که تو آزمون آزمایشیتون خیلی کمکتون میکنه و سوالای سال قبل آزمون اون آزمون آزمایشی هم در واقع در دسترس هست، میتونید یه سرچ کنید بهش برسید. خب یه دیدی بهتون میده که اون در واقع آزمون آزمایشی چجوری سوال میده، حالا با همون ویژگی‌هایی که گفتم که منطبق بر شباهت بر کنکور سراسری باشه، و هم اینکه شما تولرانس ها رو میفهمید، سبک طرح سوالا رو میفهمید، اینکه چجوری طراح میتونه سوالا رو بده میفهمید. اینطور نیست که مثلا فکر کنید حالا میگن کنکور سخت شده یه دفعه سوال بعد سوالهای عجیب غریب بده. و یه بانک سوال مطمئن‌تری هم هست. مثلا بچه‌ها که میگن آقا ما تست کم میاریم، مثلا تست که کم میاریم مثلا حرف درستی نیست. یعنی من خودم اولویت رو میگفتم تستای کنکور داخل خارج کشور، تستای گلچین کنکور آزمایشی و بعد تستای گلچین کتاب‌های کمک آموزشی. یعنی عملا اون بانک تست شما هم جبران می شود و عملا دیگه دغدغه‌ای بابت این موضوع نداره. نکته نهم، در نزدیک کنکور سراسریتون حداقل
در آزمون‌های جامعی که از هر سه تا کتاب دهم، یازدهم، دوازدهم مطرح میشه، حتما در آزمون‌های جامع شرکت کنید که بالاترین جامعه آماری داشته باشه. چند تا دلیل داره. نزدیک آزمون حتی اون مؤسساتی هم که سوالهاشون یکم آبکی یا سوالشون خیلی خیلی سخته، نزدیک آزمون سعی میکنن سوالای استانداردتری، منطبقتری به آزمون سراسری داشته باشن. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه دیگه که جامعه آماری اکثر بچه‌ها شرکت میکنن. من همون گفتم شما با دو سه تا آزمون هم اون جو و مود آزمایشی رو پیدا میکنید، واقعا حرف درستی هست. یعنی شما آزمون آزمایشی رو در واقع جامعه رو شرکت کنید، هم اون آزمون‌ها اتفاقا نزدیک‌تره، هم سبک سوالات، هم اون جمعیتی که میاد آزمون میده و خیلی مسائل اینچنینی، و اون طراحان سعی میکنن که کاملا سعی کنن بر کنکور سراسری مطابقت داشته باشه. اینم از اون موضوع. یعنی خیلی هم، یعنی اگه الان فعلا میگین حالا یکم برنامه هم با کلاسام با آزمون آزمایشی برنامه‌اش نمیخوره، اشکالی نداره، نزدیک کنکور سراسری شد شرکت کنید. اگه خیلی دیگه برنامه‌هاتون بالاتر است، البته که من کلا توصیه میکنم، یعنی آزمون آزمایشی مهمترین ویژگی که داره برنامه دار شدن شما میشه. حالا یه موضوعی وجود داره، اونایی که خیلی برنامه و کلاس‌ها و آزموناشون کلا با هم نمیخوره، اتفاقا واسه چند برنامگی میشه، اتفاقا واسه سردرگم میشه و اتفاقا نتیجه سوء داره. حالا یه سری بچه کلاس جایی میرن، کلاس آنلاین، پکیج گرفتن، هر چیزی، فیلم آموزشی، نمیخوره به هم دیگه. اینا دارن یه چیز دیگه میخونه، آزمون آزمایشی به یه صورت دیگه میشه. یعنی اگه این برنامه هم نمیخوره، اصلا شما آزمون به درتون نمیخوره. ولی نزدیک عید که میشه، حالا اسفند به بعد، تقریبا بچه کتابا رو خوندن، تقریبا دیگه فرقی نمیکنه، هر مبحثی که میگن خوندن، عملا دیگه میتونن در هر آزمون آزمایشی شرکت کنن. و نکته دهم که میخواستم آخرین نکته اینو بگم، این که مؤسسه آموزشی که آزمون آزمایشی برگزار میکنه عامل برتری شما در کنکور سراسری نیست. گاهی میبینیم که یک فردی که مثلا رتبه برتر کنکور هست، از 3-4 تا مؤسسه میبینه که در واقع روزهای تبلیغات کنکوری میگه که من تو این مؤسسه شرکت میکردم و خب اصلا بعضی از اینا تو یه روز آزمونشون داره برگزار میشه. چجور میشه در هر 2-3 جا تو یک زمان داره شرکت میکنه؟ اینا از زمانهای خیلی قدیم بوده، شاید مثلا 20 سال این موارد بوده. حالا یه سریش حرفاش دروغه، یه سری حرفاش درسته، من اصلا کاری به این داستانا ندارم. خب یعنی میخوام بگم که ذهن شما این مسائل در واقع تشویش نکنه که آیا مثلا من تو این مؤسسه شرکت نکردم، مثلا نتونستم اون رشته خودم، رتبه خودم رو قبول بشم. این حرف اشتباهی است. خب ما آدم داشتیم تو 2 تا آزمون آزمایشی شرکت کرده، یه آزمون داشتیم مثلا تو 2 تا مؤسسه مختلف شرکت کرده، آدم داشتیم مثلا شرکت نکرده، یا آدم داشتیم 2-3 سال توی آزمون آزمایشی شرکت کرده، آدم داشتیم مثلا اصلا تغییر داده مؤسسه‌شو. خب یعنی این نشه که مثلا ذهنتون پریشون بشه از اینکه من چون این آزمون آزمایشی شرکت نکردم موفق نشدم. اینم از این موضوع. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، حتما کانال من سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و سیو کن. چندین و چند بار مطالب مهم رو در واقع با خودت تمرین کن و این ویدیو رو چندین و چندین بار ببین. و اگه نکته خاصی بود در قسمت نظرات، من خوشحال میشم که کامنتاتون رو بخونم.